عزیز، امروز اومدم با معرفی یه تول جدید به نام باکو. عرض و خدمت شما که خیلی شرکت خیلی معتبریه در تولید لوازم دریل کاری، ابزار، قطعات، فورج کردن قطعات و ابزار و فلان و اینا. این شرکت خیلی بسیار معتبر و بسیار عالی هستش. امروز میخوام در مورد رچتینگ اسپنری، آچار که همه ما میدونیم چیه، اما رچتینگ اسپنر ویژگی خیلی جالب و عجیبی که داره اینه که شما میتونید چیکار کنید، اینو دیگه هی لازم نیست پیچو بکنید داخل، بچرخونید، دوباره آچار در بیارید، دوباره بکنید تو پیچ، دوباره بچرخونید. کاری که میتونید بکنید اینه که یه حالتی داره که به شما این امکانو میده که بتونید هم یه جهت پیچو باز کنید، اینو اینجوری میکنید، یه جهت دیگه میتونید چیکار کنید، پیچو صفر کنید. البته الان من دارم پیچو پاد ساعت گرد دارم میچرخونم که در واقع دارم پیچو شل میکنم. اینجوری که بکنید پیچ در واقع صفر میشه و میتونیم ماشین رو ببندیم یا هر کاری که دارید میکنید. این پکی که من دارم، اینو بذارمش کنار فعلا. این پکی که دارم الان معرفی میکنم، این پک شامل 3 رچتینگ اسپنر یا آچار میشه. خب این آچارا، این پک که میشه S4RM شامل 3 تا آچار میشه، به اضافه یه دونه کیفی که میتونید باش کری کنید، وسایل جابجا کنید و ببرید این منو رو از این مسائل. هر کدوم از این آچارها یا رچتینگ اسپنرهایی که اینجا شما میبینید میتونید اینا رو جداگونه خرید بکنید. هر چی که سایزش بزرگتر باشه قیمت میره بالاتر و ارشاد خدمت شما که بهترین کار اینه که یه دیل خوبی گیر بیارید. من یه دیل خوبی گیر آوردم اینجا، 3 پک ستایش خریدم، یکی هم رفتم جداگونه خریدم، دیدم اونجا مثلا ارزون تره و اینا. حالا هر کدوم از این آچارا میتونن 4 پیچ مختلف، 4 سایز مختلف پیچ یا مهره رو برامون باز بکنن. البته اینا بیشتر برای اینجا که من تو راهنماش میخوندم، اینا رو برای دوست دارن که پروموت بکنن برای پیچ، اما خب برای مهره میتونه کاربرد داشته باشه، راحت بزنید وا کنید دیگه، کار نداره دیگه. عرض خدمت شما که این یکی از 8 تا سایز 11 رو باز میکنه. این طرف این آچار وارد میکنی به سایز آچار 8، یعنی پیچ 8 یا مهره 8. اگه اینو فلیپش کنی بچرخونیش، اینجا نوشته سایز 10، یعنی نصف این سری که شما میبینید سایز 8، نصف دیگهش سایز 10 هست. و همین صورت برای بقیه سریا، مثلا این طرف سایز 11 هست، این طرف سایز 9 هست. یه سایز بزرگتر که من بسیار خوشحالم از این داشتن این ست که واقعا خیلی ست پرکاربردی هست. یعنی با 3 تا من میتونم 8 تا کار 8 تا آچار رو برای من انجام میده. عرض خدمت شما این یکی از 12 تا 15 هست و این یکی از 16 تا 21. جنس اینا جنس بسیار اعلاییه. عرض خدمت شما که از استیل بسیار استیل خیلی مقاومه که یه خود نیکل پیکل هم ریختن توش که دیگه بندری بشه و دیگه بتره کنه و عالی باشه استفاده شده. روکش کروم داره اما فینیشش به صورت مات هست، یعنی اینکه یه خورده بالاخره یه خورده شما احساس یه کوچولو استحکاک میکنی وقتی گرفتی دستت. یعنی وقتی مثلا زیر ماشین داری پیچ تاب میتابونی و اینا، این مثلا دستت گیریسی یا دستت روغنی باشه، یه خورده استحکاکش بیشتر، راحت‌تر میتونی اینو بگیری و ازش استفاده بکنی و کار رو راه بندازی. زیبایی دیگه ای که داره اینه که این سریاش اینا برای اسپنر، داخل این اسپنرها 12 تا دندونه داره، یعنی پیچای 12 پر و 6 پر راحت میگیره. مثلا یه پیچ 6 پری هم داره که یه زاویه قناسی داره، چون که این 12 تا پر داره راحت میتونی چیکار کنی، بالاخره تو یه جای جا میگیره. بعدش هم اینا عرض اینا بسیار انقدر زیبا و قشنگه که خلاصه اون پیچ یا مهره رو، اون زبونهاشو خفت میکنه و راحت شما میتونی یه این گاز قشنگی میگیره. یعنی اون کار قشنگو، یعنی قشنگ میشه پیچو صفر کرد یا پیچو شل کرد. اما اگه مثلا چه میدونم
داری مثلا میخوای ترمز هواگیری کنی یا یک عدد پیچی داری که دیگه زنگ زده و پدرش در اومده و اینا، دیگه باید بری یه اسپنری پیدا کنی که 6 پر باشه، قشنگ اونو بگیره حسابی دیگه خفتش بکنه. دیگه این 12 پرها به درد اونجا نمیخوره، فقط لبه ها رو خراب میکنی. عرض شود خدمت شما که بسیار جنس شیک و عالی هستش. من اومدم علاوه بر این یه اسپندر دیگه هم خریدم که این از 4 تا 7 رو پشتیبانی میکنه. مثلا میخوام چراغ و هدلایت ها یا این چراغ های اصلی ماشین رو بخوام تنظیم کنم، مثلا بعضی وقتا یه سایز 6 احتیاج دارم، یا مثلا یه سایز 5، یا مثلا میخوام چه میدونم پشت آنتن رادیو رو میخوام یه خورده صفر کنم، یه پیچی داره فلانی داره، این به درد اون کارا میخوره. خیلی جمع و جورم هست. اینم به همون صورت میتونید چیکار کنید، یا اینکه حالت صفر کردنی راست کرد و یا اینکه چپ کرد که دیگه بخوای پیچو باز بکنید. همونطور که گفتم این پکی که من دارم این ستاییه، اینو من جداگونه خریدم. اگه علاقه‌مند هستین که سایز بزرگترش هم داشته باشین، اینها موجود دارن که اون دیگه قیمتش حدود 70 پوند میشه، که اون از سایز 20 تا سایز 23 رو داره، که دیگه اون دیگه بالا ای کاربردی براتون داره. مثلا چه میدونم دارین جعبه فرمان این رو ور میکنید، زیربندی چیزی هست میتونید از اونها بخرین و استفاده کنین. خوبیش اینه که کیف داره، من میتونم اینا رو نگه دارم تا وقتی که نو هستن، عزیز دل هستن، ابزار دیگه نخریدین، از این استپ میشه اینا رو بعد از اینکه کار کردی یه دستمال بهش بکشی، یه روغن بهش بزنی که گچ و گوهاش برن ترتمیز بشن و اینا رو میذاری داخل و آماده برای سری بعدی استفاده. البته خب والا یه 6 ماه یه سال که گذشته هر روز اینا رو این در بیاری بذاری و فلان اینا، دیگه احتمالاً دیگه شما مثل من در چند ماه آینده اینا رو دیگه میندازیشون قاطی بقیه ابزارا و دیگه استفاده خاصی، یعنی کیف دیگه میره کنار، میره داخل یک کشویی، داخل چه میدونم یک گوشه آشپزخونه انباری پرتش میکنید و اینا.